یو حوصله‌ام سر رفت دیگه. چه پیدا کردم آوردم براتون تیر لیست رپرها. رتبه هم دیگه ولش کن دیگه، خود بخون دیگه. سواد میدونم که دیگه آسونه، انگلیسیش هم آسونه. بریم شروع کنیم. حالا مثلا یه رپر دیگه برو شروع کن. خب از یک شروع میکنیم. واقعا گوت، مثل خود مسی و رونالدوه. اونا دریبلاشون خوبه، این رپش خوبه. واقعا اینو اگه بشناسم اونجوری که دستشون انداخته جلو صورتش، نمیدونم سیاسفید هم از کجا میزنی هم. بعدی عشق، صفا، صمیمیت. ولی نه قدیماش مثلا ایران و این قدیماش بهتر. شایع خوبه. سام ویلسون خوبه. نه بس شایع بهتر است. این هم نمیشناسم. سورنا عالیه، آهنگاش دست. این که جی جیه کور دارم. اگه جی جی که جی جی هم عالیه، جی جی خوبه. این یکی رو ببین، این اگه چیز باشه با اسمش چی بود، سوگند باشه اینجاست. چون به نظر من رپر داده حساب نمیشه، آهنگای زیاد رپی نیست. پارسالیپ دوستش دارم ولی خوبه، چون درد گنده مادر این کیه. بذار اینم بذاریم اینجا. نیماموش نمیدونم سخت. این یارو هم نمیشناسم. این هم نمیشناسم. میخواستم بگم نمیشناسم میگه ولی گوت حالا خوبه، خلصه خوب. این کچی اگه باشه اینجا جاش هست. کیه یاد کنم رپراش قبدی. این این افون پایداره. افون پایداره نمیدونم به قیافش من افون پایداره دیگه، کوری مگه. افون پایدارن واقعا جز رپرهای عالی حساب میشه. اونجا رو فقط با چند نفر بپرم. حسین با ساد. این کیه این نمیشناسم. اگه هم بشناسم میشناسم ولی ولش کن به پایین. دونه به دونه همه رو بذاریم پایین. چیز این کوروش بود یا وانتون بود. شبیه که فامیلا بود. ببین اینو میشناسم آهنگ ازش گوش دارم. یه دونه معروف شده با یکی دیگه میخوام ولی جاش اینجاست. ببین پوتک واقعا اگه بخوام حساب کنیم همه مثلا سر شوخی باشم میگن یوتیوبرانه، ولی رپش خوبه نسبت به کسایی که عالیان. منظور من جاش تو خوب هست. کنار 3 تا رفیقاش 4 تا رفیقاش هستی که پارسا و کچی و خلصه و خودش هم که هست و سروش لشکری، امیر تتلو. این فکر کنم کوروش بود، درسته؟ بالا کوروش هم بد، حتی باید اصلا بدی نیست، بهتر بود. این که حسین توهیه. حسین توهی هم نه بعد من حسین توهی اصلا رپ زیاد نمیخون، بیشتر این که دنبال دیمبول میخونه، ولی باز جاش توی گوت فوتباله. توی گاتپوریه یه طوری خفر گذاشته قشنگ نشناسی. رپرهایی که میشناسی در فجیح ترین حالات ممکن گذاشته. رپرهایی که نمیشناسی کل صورت دوره. خب زرز نزن. کجا بپایین بدی نیست. حالا به نظر من نسبت به اینا حالا بهتره. چه بیرون پایداره قرمز. آره به نظر من جاش همون روز گات بود. دست ببین یه طوری میخوام مدگل بذارم 100 بشون پایین. زیرو تونی وان کیدم بگی نگید بلش کن همون روز جاش خوب. کیو اینجوز بزد بزد اینو اگه بشناسم دیگه قیافش درست نمیفهمم چیه. سیجل رو من زد گوش، سیجل بود دیگه، من زد گوش ندادم ولی حالا خوبه دیگه سیجلم. ای وای ببین
خیلی رفت. به نظر من اگه بخوام رتبه بدم، بساط دیتا در حد خودش گنده است. این کیه؟ یکیش میک آوردستای داره روتونی موان چیده این؟ با قفص روتونی موانجی دو یادم. اگه روتونی موانجی که حالی کیه؟ بیشتر از کن داره پول رپ فقط بیشتر داره پول رپ را رو فقط میخوره، دیس نمیکنه، میخوره. کیه؟ چه تو هم برو کنار رفیق قدیمی و دشمن جدید هیپاپولوژیست و پوری. گاد اینا چیه؟ چیزه این؟ مگه یاس نبود؟ جفتشو میگی؟ جفتش کیه؟ این قراره به یاس و جفتش نظر بدم یا به جفتی قرار نظر بدم. نمیدونم آقا جان، یاس رو من گذاشتم، پس من میگم که جفتی هست و نمیشه. این که اینه که فیلش کن اسم اینا نمیم. اگه همونی که جات خوبه. این کیه؟ بازم بیاد اینجا. او ببین نه قاف به نظر من ملتفت کلن گوت فوتبالن. برنامه تا اینجا که خوب بوده. ویلسون هم تنازد بازی که اینجاست. چی بعدی بودیم همینجا هم چیزو کجا گذاشتم. آینا دوستش هم اینجاست، ولی واقعا مراد بالاترینشون هستن. سرو امجی هم خوب کیه نموستن، چرا اینجوری هم اینا کیه؟ اینا رو کجا داداش؟ اگه بین منم آهنگ خوندم هیچی خوندم تو خونم روزم سر آهنگ خوندم رپر روزم رضا تازم رضا و همجه شده کنم. کیه و این برم چه باش این کی بود بابا چه صدا کی بود؟ حالا بعدی نیست میشناس اسم اینا رو. چرا دوتا آخره اینو از دیده آدم نمیم. این آقا بیشتر به سیگمای آمریکایی داره رپر رو سیگدیر کن. خب دوتا از گوتاشون رو بردیم براتون، پیشرو امجی. خب بذار نه واقعا فدا چون اول باید رفتون رو بگنه اصلا اینا رو نمیشه چی جدی. فدای یاس اسم این چی بود؟ مراتیدن، تتلو، حسین توهی، حسین باسلا، چیز دیگه حله چه شد حله. خب هیچ کس چی بود اسمه یارو؟ قاف. حالا دیگه جاش خوبه دیگه. چک کنم داره زیرو تونی با من چیز خوبه. همین دیگه جدی. اینجام که دیگه سلطان رپ ها. یعنی ببین اینا رو من نمیشناسم، بعد ببین مدگل چطوریه که تو برام مدگل مثلا باید بره زمین رو صاف کنه، چه کاری بیاد رپ بخونه دیگه. تا ویدیو بعدی که همین الان برام تیر لیست دیگه بجورم بیام دوباره تیر لیست بچینم، چون اصلا در این کار تیر لیست چیدن برای رپر کنه، برای یوتیوب، برای باسنگوشاتی مثل منه دیگه. پس تا ویدیو بعدی باید تیر لیست هم 2 دقیقه بعد بگیرم. پیکس گودبای.